نام خدا بینا جان همی دختر که پشت کامراست نگفتم همشیریتان هست اینا؟ نیست همشیری. دختر همشیریتان هست؟ خوارزاده من. خوارزاده ایتان نام خدا نظرش نکنی؟ نظرش نه ما پیش از اینکه ما گفتم که یک اسفن خدا بکنن خداوند آرام داشته باشه شما دختره که بسیار خوب بود ما بسیار در مورد بسیار معلومات زیاد دارم اینجا خدا پیش سنر که میگن که دنیا بسیار زیاد خواهان است علاقمند قسم است ما در مورد خودت هم بسیار زیاد سرچ کردیم حتی ادرسی که در مورد خودت من سرچ میکنم مرا بعض وقتا گوگل پرایم صدا میکنن که میگن چرا قدر خودت سرچ میکنین در مورد مثلا ما گپ نمیخورم از خاطر میم زحمت نکشینی گپ نه ما اینه به خاطر تو گفتی که خدا چاق کو من دیگه نال کمی برم دیگه شاید شروع کنم سر ورزش سر اندام اینان شروع بکنم و یک گپ نگفتن امانه واقعا ما علاقمند خودت هستم من هم برنامه‌هایت میبینم قربانتون و خیر باشید لیکن دو گپی که تو میگی همون چیز و چیز نه مگه همون چیز باید که مادر یک چیزی باید بکنی شه نه اون نمیشه او خواستگاری گپایش نمیشه از ما بیا خیر برو یک نقش بازی میکنیم از این خواستگاری تیر میشه ناق دلت چی خوش میگی نه نقش نه بیا این نقش چی فایده حالا ناق دلت خوش میگی نه دل خدا خوش نمیکنیم یک چند دقیقه انترتینمنت میکنیم خوش میشه که نقش خودت بر ما بگی چه رقم یک نقش باشه خودت مرا دوست داری تو برادرم باشی من خود نه خوش کنی چی گفته برات تو میگی تو نقشه بگو نه یک نقش دیگه هیچ گپی ندارم خب برام من مادرم زنگ زده تلفن ما زنگ اومد میگه چی شد این موضوع چیز ما ما مادرم گفتم چیز ما نکاح میگن نکاح خو این سکوت آدم هوشیار هستی ما میفهمی بخش استاچ دنیا جان استاچ افه قدم میخوای ببینی من میخوام که ببینم استاچ من اخسر است که بلند هستم نه او چه بیت کوک کجا ببینی سه استاچ این استاچ واو ماست که بلند واو یک برابر بسیار مقبول واو خدا دوست دارم تشکر دوست قربان شما بخیر ینگا پیدا کردین بالاخره واو بسیار مقبول واو تشکر قربان شما دنیا جان نه باید زن چی باشی دراز باشه و ماست که دراز هستم یک کم از ماست نمیشه خیلی به خاطر ماشین کش میخرم خدا در ماشین کش میندازم هیچ گپی نداره من نمیفهم چی بلا من اتو میکنی بالاخره تو چی میکنی هدف میگی وزن زیاد باشه یک دفعه میگی که من نمیفهم دنیا جان دل مهم است دل یک نفر نه قد خواست خاطر خودت گفتم ماست که کم بلند استمون دید بیننده ها دید از اون خاطر میگم که تو پخش باشی ما بلند باز اندام چندم میگم تو خوب معلومه واسه نزدیک گفته اون نفر وقتی من چطور هستم گفت اخلاق تا خوب کنم دنیا به همین نقشه بازی بکنیم اول تو شروع کن چون تو علاقه زیاد داری دیگه کار اول تو شروع کن بچه‌ها کلی شکایت هم میکنن بچه‌ها نه در مجموعه میگن که شکایت نمیکنن بسیار خوش دارن میفهمن که میقسیم که دختر که من حتما گپکای عاشقانه و اینان میزنه همیشه this is my rule you know and نقشی است که خودت مرا دوست داری من تو را دوست دارم و تو مرا نداری من دوست دارم من کم بیشتر دیگه برای من اولین کسی سر من ناز کرده این میشه که برای من بازم قصه شاهزاده را کنی و برای من شروع کنی حالا ما تو در کدام پارک هستیم ما میایم پیشت دیگه پارک از یا ببی چهار دیوالی پارک عاشقاست نفکر کن این پارک عاشقاست ببینیم اعلان تجارتی زده با قسیمه یعنی دیگه پارک یک جای یک سیستم دیگه دیگه شما خوب از دختر بچه با هم میتونه بشن اینجا خوب کس گشتن میتونه میگه اگه مرد هستی بیاد افغانستان زن یا دختر باش مرد بعد سیگ زیاد اذیت میکنه همون لیلی که به خاطر مجنون گل گل تو که من یوسف مصر چمنم مستعبرو ماه من مستعبرو یاقوت گران ماهی پرزر دهنم مستعبرو ماه من مستعبرو گفتن چو توی صوفی شاهی بنمایستا برو مای من استا برو
گفتا که بخون غرق کن نگر پیرهنم مستعبرو آی من مستعبرو گفتا که بخون غرق نگر پیرهنم مستعبرو آی من مستعبرو مستعبرو سر روان ما آمدم به خاطر شما دیوال تو نکندم. خب تو به خاطر من چی میکنی عزیزم؟ چی کنم تو خوش میشی؟ تو هم یه چیز نکن، فقط همون چیزی که مادرت یک چیز باز چیز گفت من تیر عاشقی تو من نمیخوام خواهد تو عاشقی کنم تیر مرا برو از طرف من جواب هستی. خب تشکر دنیا جان، زنده باشی، قربان دادی، زنده باشی، بخیر باشی. یک جان تشکر که آمدی در برنامه با قاسم. ما یک گیم داشتیم در برنامه ولی دنیا رو گفتیم بان، اگر که من می‌خواستم چهره بی میکاپ دنیا رو برای شما نشون بدم، مگم بی میکاپ هم قدر زیبا و مقبول است از اینکه بیشتر. تشکر، زنده باشی، تشکر از خودت. واقعا بسیار یک برنامه جالب و دیدنی و خوبش است. ما دیگه برنامه تام دیدیم و این برنامه بسیار واقعا من نفهمیدم که چه رقم تایم سپری شد. تشکر یک جهان از خودت. زنده باشی، تشکر از خودت که آمدی در این برنامه. و یک چیز دیگه ای که چی میگفتم، به خاطر من گفتن پای پیادام آمدی، این قسم راست آمد. من نمیدونم به خاطر من بود یا رابندان بود، خب مثلا میگن پای پیاده آمدی. خب تو دلت خوش کنی از خاطر تو بود. از خاطر من بود، گفتن یک جرابشم یادش رفته بود. نه جراب من اصلا نمیپوشم. راستی تشکر. در روز سالگیری من راستی یک توفر روان کرده بود، یک جوره جراب. یک شب روان کردم، یک شب خود نگاه کردم. همین رو میگن زندگی مشترک. بابا خیلی اون چیزا که مادرت یک چیز بکنه دیگه. خب تشکر دنیا جان. بازم یک چیز گفتنی باشه برای دوستا. کجاست کامera؟ کریر برای پای میرین. کجاست من؟ کجاست میدیا؟ یا عینک در چشم من به زرت میخوایم تیم تکنیک. بسیار ببخشید. شما میشه کدام چیز اگه به دوستا گفتین دارین؟ اول خب بازم تشکر از خودت قاسم جان. و هموطنان ما میگم که منتظر آهنگای جدیدم باشین. در عید قربان ان شاء الله یک دو آهنگ دارم، یک آهنگ البته قصک است، یک آهنگ هندی. منتظر باشین. های غم های ترا با کی بگویم یار می، آی احوال تراست کی بجویم یار می. برای ویدیوهای جالب ما اینجا نه خوب صحیح خورد بچه میره قرنم